اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که سبحان بود، برون از مکانها و امکان بود، اول و آخر، ظاهر و باطن است، کریم و سمیع، جامع و محسن است. حبیب خالق یکتا محمد، حبیب خالق یکتا محمد، محب حضرت مولا محمد، امیر کشور ملک هدایت، گل خوب چمن آرا محمد صلی الله علیه و سلم. بعداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، دوستداران این روز مبارک، خداوند رب العزت در این روز با سعادت ما را به دیدار هم رسانید. از الله مهربان تمنا و دعاگوی آن هستم که پروردگار مهربانم به حرمت این روز مبارکت اینجا نشستگان را مأمور به جنت بگردان. الله ذوالجلالم به حرمت این روز مبارکت نام اینجا نشستگان را فردا یوم قیامت در خطار نیکوکاران ثبت بگردان. اللهم اهدنا الصراط المستقیم. آمین یا رب العالمین. برادران اهل اسلام، موضوعی که امروز به سمع شما میرسانیم حفظ سلامتی این مردم وظیفه هر یک شخصی با ایمان است. پس ای برادر مسلمان، این زندگی و روزگار همه غنیمت است. این حیات با سعادتی که خدا برای ما و شما نصیب گردانیده است، همه اینها غنیمتند. ای دوست مهربان، زندگیت را به نیکویی بگذران، حیاتت را با خوشی بگذران که روز میگذرد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم یک درس زندگی را برای ما امتان محبوبش بیان نموده است که به سمع شما دوستدارانی کلامهای حق میرسانم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با روایت ابی هریره رضی الله عنه بیان میکنند که هر نفر از امت من 5 نعمت را محبوب بداند، دوست بدارد، خداوند رب العزت برای او 5 برکت میدهد. برادری عزیز، بسیار نعمت های قیمتند که در لحظه حیات اگر ما این نعمت ها را قدردانی کنیم، محبوب بدانیم، خداوند مهربان برای ما و شما 5 مکافات میدهد. و هیچگاه بنده ناامید نباشد که خداوند زمان نعمت را برای بنده اش ارزانی داشت، لذت نعمت را میخواهد در روزگار بنده اش ببیند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکند هر نفری را که خداوند ذوالجلال توفیق شکر کردن نعمتهایش را داد، الله ذوالجلالم نعمتهای آن بنده را زیاد میکند. یکم، نفری که خداوند توفیق شکر کردن نعمتش را داد، مال نعمت است، فرزند نعمت است، سلامتی نعمت است، نعمتهای خدا را شمرده نمی شود. زمانی ما به قدر نعمت می رسیم که الله ذوالجلال یک نعمت را برای از ما بگیرد. اگر خدا نخواسته نعمت بینایی را بگیرد، به قدر چشم بینا می رسیم. الله ذوالجلال زمانی برای بنده اش نعمت را عطا کرد و بنده ای مسلمان در نعمت شکر کرد، خدای ذوالجلال بالای این نعمت شکرش زیاد میکند. استعیذ بالله لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر کنید من نعمتام زیاد میکنم. برادری عزیز، زمان بنده اگر کفران نعمت کرد، خداوند ذوالجلال نعمت رایگان برای بنده داده است میگیرد. پس کوشش کنیم در زندگی از نعمتهای خدا کفران نکنیم، زیرا الله ذوالجلال برای ما امتان محمد صلی الله علیه و سلم این نعمتها را بیکنار داده است. بزرگ می فرماید
شکرگو ای دل که در خیلی مسلمان آفرید. ای برادر شکر کنیم که الله ما را مسلمان آفرید است. خداوند ما را خدا پرست گردانیده است. ما حیوان را پرستش نمی کنیم، چوب را پرستش نمی کنیم، سنگ را پرستش نمی کنیم، الله را پرستش می کنیم. شکرگو ای دل که در خیلی مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. ما خدا را شکر کنیم که بنده با ایمان هستیم. خداوند در جوهر ما و شما ایمان قرار داده است و در دایره ایمان زندگی میکنیم. پا و دست و چشم بینا داد، عقل و اختیار در دهان ما زبانی خوش سناخان آفرید. الله ذوالجلال برای ما و شما دوستای مهربان پا و دست داد، چشم بینا و عقل داد. این نعمت را ببین. اگر برادری را ببینی که پای روا نداشته باشد، اگر برادری را ببینی که چشم بینا نداشته باشد، اگر برادری را ببینی که دیوانه هست، بار ای بنده خود را سؤال بگذار: چرا ما در بین آنها نیستیم؟ چرا ما در بین قاریان نیستیم؟ در بین معیوبان نیستیم؟ در بین دیوانه ها نیستیم؟ خداوند ذوالجلال ما را بنده دوستدار و پسندیده قرار داد و این نعمت ها را داد برای ما. اما آن مردمی که چنین نقصان دارند، اونها را هم به پستی نگاه نکنیم، به نظر پس نگاه نکنیم. خداوند در برابر این نعمتی شاید بیمارش کرد، شاید نابینایش کرد، شاید ناقص العقلش گردانید، خداوند برای او دلی بیدار می‌دهد. در اثناء زندگی دیدیم جوانی را که چشم بینا نداشت، اما در آزمون حفظ قرآن جای اول گرفت. ما چشم بینا داریم و قرآن خوانده نمیتونیم. ما پای روا داریم، به سوی خیر نمی رویم. ما دیوانه نیستیم اما دشنا میکنیم. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. خداوند نعمتهای زیاد برای ما داد. ای مردم مسلمان، برای عبادت الله است. خداوند روزی از این اعضاهایی که ما او را داده است میپرسد: استعیذ بالله الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. صدق الله العظیم. الله ذوالجلال بیان میکند روز ای بنده ای دهانها را میبندم، حرف گفتن نمیتونیم. و تکلمنا ایدیهم، این دستها شهادت میتن، گپ میزنن که الله ذوالجلال نعمتی دست را برای این بنده دادی اما با من حرام را گرفت. اگر خوشا به حالت که با این دست سریعتی میراثی کردی، با این دست به دست خیر دادی، این دست روز قیامت شهادت میدهد که پروردگار صاحب من نیکوکار است. و تشهد ارجلهم، این قدم هایی که ما و شما بالایشون سوار هستیم، با عرابه راه نمی روی، با قدم راه می روی. به سوی هر مکانی رفتی روز قیامت شهادتت می دهد. ای جوان مردی عزیز، امروز قدم می زنی به سوی مسجد می آیی، خدا عزوجل روز قیامت از این قدم ها می پرسد: و تشهد ارجلهم، که این صاحب من به سوی مسجد می رفت، به سوی طلب علم می رفت، به سوی عمل خیر می رفت. آن روز در قلب شادی است که اعضا را ضایع نکردی، پس عملت را ای بنده خوب بگذران. جوان مردی عزیز، از این دستگیرا شکر کنیم، از این پای رها شکر کنیم، از این قلب بیدار شکر کنیم. امروز دوستان عزیز، شما را این قدر صبح آنی وقتی نماز نوشده به در این درگاه نور همون محبت قلب بیدار می آرد. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. باغ جنت را بری اهل محبان آفرید.
خداوند برای دوستدارانش، برای محبانش جنت آفریده است، مکافاتش. حمدلله کرد ما را امتی خیر البشر، بهترین از خود بخیش قرآن آفرید. خدا را شکر که ما امتی پیامبری هستیم که خداوند ذوالجلال این دنیای زیبا را به خاطر محبت حبیبش آورده است. و برای درس زندگی ما و شما عزیزان الله قرآن روان کرد تا سرچشمه حیات را از او بیاموزیم. قدم زدن را در صراط مستقیم محبوب دانیم. برادران عزیز، بزرگ می فرماید هر مؤمنی که در مجرای زندگیش، این زندگی یک درس است عزیزان، 6 علامت را پیدا کرد، از جمله صالحان است، از جمله بندگان صالح در نزد الله ذوالجلال است. ناوابسته برادر از عمرت، از سالت، از منصب و مالت. آیا برای خود سوال بگذاریم ما همین علامت ها را داریم در این جسمم؟ اگر نداری ای دوست پیدایش بکن. یکم، تعلیم علم شریعت را در قلب جای نمودن، علم قرآن را در قلب جای نمودن تا زمانی که نیکی را از بدی جدا کنی. برادرای عزیز، نماز میگذاریم، عبادت میکنیم، این علم الهی را در جوهر خویش نشان میدهیم به خاطری که دو راه معین کنیم. یکی راه نیکی که ما را به جنت میرساند، یکی از راه بدی بگریزیم که ما را جهنمی میکند. ای برادر، اگر شریعت را در خانه در قلب جا نمودی، از این دو راه میتوانی فرزندت معن کنی که بچه جانم برای حرام نرو، برای نیکویی برو. یا دوستت را میتوانیم از راه بد معن بگردانی، برادری عزیزم از این راه بر بگرد که من دوستت نیستم. ای دوست، ای هموطن، آیا این راه شریعت را آموخته ای؟ امروز مغازه ها پر از کتاب است. برادرم، زمان فرزندت از تو مال طلب میکند، لباس طلب میکند، باری برایش کتاب زندگی را هدیه نموده ای که بچه جانم این راه را اختیار کن که صراط مستقیم است. ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت بر صراطت جای تشویش است. بین دوم، همنشین با دوستان خوبه که او را از کارهای بد باز می‌دارند. برادرم، با کسی دوستی کن که مبادا در جوهر ما یک عملی بد است، همین دوستت را بازداشته بتونه، بگه برادر نکمی کاره، انمو را برای خود دوست اختیار کن. نفری که عیب تو را میگوید در بالات که دوستی مهربان، همین کردار اخلاقی نیست، بدون دوستی تا همون است، رفت و آمد با همون نزدیکن. اما نفری میداند که تو گناه داری، برای مالت، منصبت، خانت ترا تعریفت میکنم، هیچ گپ نیست، لیکن بدان که این عملی زیش جهنم میبرم. این دوم راهی مرحله زندگی است. یکم با راه شریعت رفتن، دوم دوستی خوبی پیدا کردن که عیبامون در بالامون بگم. دوست آن است که عیب یارش همچو آینه روبرو گوید، نه چو شانه با صد زبان مو به مو گوید. اون نفری که عیب تا نمیگوید، ای مرد مسلمان، گناهامون رو میبیند، ما را خبر نمیکند که برادر به سوی گناه، به سوی حرام رفته ایستاده ای، او بدون که همین گناهی را با نفرای دیگر میگه ما با فلانی ایستادیم، بسیار آدمی بد است.
پس او را دوست نگیر در مجرای زندگیت. سیوم، شناخت دشمنی که از او امین باشیم. ما عزیزان، خداوند برای ما عقل داده است، زندگی و تفکر و ادراک داده است. دو دشمنی داریم، یکی نفس و دیگری شیطان. از همین دو دشمن خود را نگاه بداریم. نفری که در وجودش همین دو خصلت داشته باشد، پیرو شیطان و نفس باشد، به یک از دشمن می شود. ای برادر، اگر در جوهرت حسی بدبینی نسبت برادری مسلمان داشته باشی، این از روی بی‌تقواگیت است. نباید مسلمان با مسلمان دست به گریما باشد. نباید مسلمان در ضرر برادری مسلمانش باشد. اگر برادری عزیزم در پی نیست کردن برادر باشی، در قلب باشه، نغزش نبینی، سلامش ندهی، بدون که همون دو دشمن در وجودت هست، یکی نفس و یکی شیطان. چهارم، تفکر در نعمتهای الله ذوالجلال نمودن و قدر نعمت را دانستن. برادرم، وقتی نعمتهایی که خداوند برایت داد قدرشان بدانی و تفکر کنی، از جمله بندگان صالح هستی. اگر قدر نعمت را ندانستیم، به عزت نعمت الهی نرسیدیم، بدان که ما از جمله صالحان نیستیم. برادرم، اینها را در قلبت بنویس. شاید امروز میگوییم، پگاه نمیتونیم گفت، زیرا نفس در اختیار ما و شما نیست. پنجم، انصاف در حق مخلوقات. انصاف کردن در حق مخلوقات که روز قیامت گریبان ما نگیرد. حق یک بنده این مسلمان را انصاف کردن. یک جوان دائم صفتش را دوستان میکنند، اگر خوشا به حالی که همه سوداگر مثل همان دوست ما باشد. دوستانش میگویند این مرد است که زمانی با مردم چیزی بدهد، چند مقدار دیگه زیادیش میده. اگر یک بیچاره بیاید گریه کنه که من بیماری دارم، همه مالش میتش، پروا نداره. دوستای مهربان، ششم، آمادگی دیدن برای مرگ پیش از آن که مرگت فرا میرسد. این همی 6 چیز اگر دوستای مهربان ما در جوهر ایمان منجا کنیم، از جمله با سعادت ترین بنده هستیم. این زندگی میگذرد. توشه این مرگ عبادت است، عمل صالح است. در روایت آمده است که حذیفه ابن عبدالله میرفت بازار کار میکرد. خوب گوش کن برادر، میرفت کار میکرد، درآمد میگرفت، مال خاندانش میآمد، همسرش مادر پیرش در خانه بود. فقط مقداری خوردنی همان شبه را در خانه میماند، باقی مانده شد در همه در خانهش برای بینواها تقسیم میکرد. کدام ما میکنیم؟ نمیکنیم. روز مادرش نزد عبدالله ابن مبارک شکایت رفت. گفت ای عبدالله، همین دینم به همین بچه ها که میسوزه، میره و کار میکنن، زحمت میکشن، مهنت میکنن، میاره همین پیش درده. همین وقتی که آمد تمامی بیچاره و بینوا پیش درش میآید، میته برای دستی همونها میته، فقط همون مقدار نانی همون شب میمونه.
عبدالله بن مبارک دعوتش کرد، گفت هی برادر مادر از بالا شکایت آمده است. گفت من از محبت مادرم میترسم که جواب این سوال به مادرم بگم. برای خودت میگم اگه چی جواب دارم. گفت ای عبدالله بن مبارک، ما امروز در مدینه منوره زندگی میکنیم. اگر روزی از این مدینه بکوچیم یگان شهر دیگر بریم، همین مالمون میمونیم برای یگان کس در مدینه؟ عبدالله گفت نه، یگان جا خانه دیگر ساختی، یگان جا کوچ بستی، پیشکی او را تعمیر میکنی. دنیا همین نیست. خانه را زیبا میکنیم ینگام در مخول شود، مال و دارایی را پیشکی میبری، خانه تا آماده میکنی، بعد خودت کسوم تا میگیری برآمده میری. این مرد خوب گفت ای عبدالله، اگر ما مدینه منوره را ترک کنیم بریم در یک جای دیگه خانه بسازیم، اول داراییمون را میبریم بعد خودمان میریم. گفت ای عبدالله، میدونی که ما یک روزی مدینه را ترک میکنیم، خانه میرویم که قبر نام دارد. من میخواهم پیش در زندگی من خانه ما آباد کنم، در زندگی میخواهم من مال من بتیم من خانه در ذخیره شود که رفتم راحت کنم. کدامی ما میکنیم؟ اگر جوانمردی عزیز محبت جمع آوری مال در قلب نباشد، این خانه پیرانسالان لازم نیست، خانه یتیما لازم نیست. اگر برادر بدانی که روزی میمریم این مال رفاقی ما نمیکنه، روزی همسر بو میخنه، پیشکی روانش میکنی محنت. مثل همین جوان مرد در خانت میاری میتی برای مردم. این ذخیره هست، این بانک خداست. گر به دستی خود دهی خرمای تر، به که بعد از تو دهند خیروار زر. امروز به دستت بتی جوان مرد. این همین جوان مردا بودن که همین درگاه آباد کردن، به دستشون دادن، الله خزیباش کرده، ما آمدیم صحبت میکنیم و میشینیم. اون نفری که این درگاه دوست میدارد و سهمش گذاشته است، وقتی اینجا بیاید ایمانش راحت میکنه، میگه همیستم من بنا کردم، روز قیامت میتشه میره الله بیا بکنیم همی کار در زندگی. یک بار همی تفکر که ای جوان مرد. عبدالله بن مبارک در کوچه های مدینه فریاد میکرد، میگفت کسی مکتبی همی جوان زنده کنه او جنت میرود. گفت ای عبدالله، یک روز ما از این دنیا میریم، برای ما پیشکی مالامون روان کنیم. الله. در دوام حبیب خدا صلی الله علیه و سلم چگونه در ابتدا گفتیم که اولا نعمتی که خداوند نصیبت میکند ای بنده دوستش میداری نعمتی شکر است. دوم الله ذوالجلال نعمتی صبر را قرار داد. هر نفری که خداوند توفیق صبر کردن برایش میدهد که در مصیبت صبر میکند، الله ذوالجلال برای این بنده هرگز در ثوابش بسته نمیکند. بنده صبرگزار خداوند ذوالجلال مقداری هر زمانی که صبر کرد خدا هیچگاه در رحمت برایش بسته نمیکند. خداوند در کلامش بیان میکند استعیذ بالله انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. و صبر کنندگان اجر به حساب میتن. این وعده الله است. صبر می باید به کف کردن زی کلفت‌های دون. صبر می باید به کف کردن زی کلفت‌های دون. یا داری در تنی ایوب کرمان آفرید. وقتی تاریخ پیامبران را نظر کنیم، خداوند ذوالجلال زمانی که امتحان برای حضرت ایوب علیه السلام به سرش آورد که راوی کلام میگوید این از طلب ابلیس علیه لعنت بود. میدید که ایوب چگونه الله عبادت میکند. الله ذوالجلال ابلیس گفت ای الله ذوالجلال، این ایوب شاید به همین فرزنداش مینازه که عبادت میکند. خداوند فرزندای حضرت ایوب
به یک بیماری برد. شیطان آمد گفت یا ایوب چرا میکنی عبادت بچه‌هات گذاشتن؟ حضرت ایوب باز عبادت محبوب کرد و از دیدگانش اشکی ندامت میریخت. روزی به سر مالش هم این یک مصیبتی آورد. مالش هم از دست رفت اما از سجده برنگشت. گفت شاید ایوب به همین تنی صحتش مینازد. ابلیس گفت ای الله بگیرم این تنی صحت ایوب. خداوند بیمارش کرد که چنان بیمار شده بود که دیگر فلج شد همه اعضاش، اما عبادت را ترک نمی کرد. دوستای عزیز، روز قیامت الله ذوالجلال 4 گروه امتان محمد صلی الله علیه و سلم را به 4 پیامبر متهم میکند. خداوند ذوالجلال امتان مالداری را که مالشان خدا داده است عبادت نمیکنند به حضرت سلیمان علیه السلام متهمشان میگرداند. دعوت میکنه روز قیامت مالدارا را، میگوید من در دنیا مال دادم، چرا عبادت نکردی، خیر نکردی؟ مالدار میگوید پروردگارا من حساب مال دادم. خداوند مهربان حضرت سلیمان علیه السلام را میآورد، میگد آیا این پیامبری من مال نداشت؟ خداوند فقیران را به حضرت عیسی علیه السلام متهم میکند، بنده ای را که خدا فقیر گردانیده است اما در حالت فقر تنگ دستیش از الله رو میگرداند، عبادت نمیکند. روز قیامت خدا دعوتش میکند. حضرت عیسی علیه السلام میآورد، آیا این پیامبر من مالدار بود؟ چرا تنگ دست بودی و از عبادتم دست کشیدی؟ خداوند ذوالجلال بیماران را به حضرت ایوب علیه السلام متهم میگرداند، دعوت میکند بیماران من در دنیا درد دادم اما برای پیامبرم درد شدید داده بودم، از عبادتم رو نتافت، چرا تو رو گردانیدی؟ خداوند ذوالجلال زندانیان را به حضرت یوسف علیه السلام متهم میگرداند که من برایت امتحان قرار دادم، چرا عبادتم نکردی؟ آیا پیامبر من وارد زندان نبود؟ برادری عزیز، زمانی که بنده محبت صبر را در قلبش عطا کرد، الله ذوالجلال خداوند ذوالجلال اجرش میده. ای صبر می باید به کف کردن ز کلفت‌های دون، یاد داری در تن ایوب کیروان آفرید. رنج این فانی به اون شاقش، لذاتش را به غیر، داستان را به چندین زیر انسان آفرید. زندگی را میبینی برادری هست که در مجرای زندگیش نادار است، بیمار است، اما برادر رو میبینی دارا هست اما سجده نمیکند. غرور نفس بالا ما میبرد. روز زی سری سنگ عقاب به هوا خواست. این مرد خوب مثال میزند عقاب. این همان تکبر است که الله سجده نمیکند. روز زی سری سنگ عقاب به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خویش بیاراست. وقتی بالا پرواز کرد گفت بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت امروز همه روی زمین زیر پر ماست. بالا پرواز کرد گفت که زمین در اختیار منه، این ملک گفت در اختیار منه. گر اوج بگیرم بپرم از نظر خویش، میبینم اگر ذره اندر تگی دریاست. گفت همین چنده که ببینم من تگی دریا را همه دانم چند خدر مقدار ماهی دارد، چند خدر مقدار زراعت. منی کرد گر بر سری خاشاک یکی پشه بی جنبد، جنبیدن آن پشه عیان در نظری ماست. زمان غرورش آمد گفت من از حال یک جنبیدن پشه آگاه میشم. عقاب گفت بعضی زمان ها محبت دنیا چنان دلامون به غرور میبرد که میگیم تمام که همش در دست ماست. بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید، چنین گفت
بینگر که از این چرخ جفا پیشه چی برخاست. اکنون خداوند به سرش چی آورد؟ این نفری که منمنی میکند. اینجا این صاحب کلام مثال میزند عقاب را. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانه، تیر ز قضا و قدر انداخت بر او راست. ناگه به امر الهی تیر روانه شد به سوی بال عقاب. درد روانه می شود به قلب آن مرد تکبر، یا وبای می آید به خاندان. بر بال عقاب آمد آن تیر جگرسوز و از ابر مرو را به سوی خاک فرو خواست. از بالای ابر که فریاد میزد تیر قضا آمد و به سینه اش رسید. از بالای ابر سرازیر به سوی خاک آمد. ما هزار کتگی که هم در دنیا کنیم از مال و داراییمان، روز میریم سرازیر به سوی خاک. و از خاک بی افتاد و بی غلطید و چماهی وانگه پری خیش کشید از شب و اسراست. وقتی بالای خاک افتاد نظر به پرها کرد، به غرورش کرد، به مالش کرد. گفتا عجب آن است که زی چوب و زی آهن این تیزی و تندی که پریدن زی کجا خواست. بر تیر نگاه کرد و پری خیش در او دید. گفتا زی کی نالیم که از ماست که بر ماست. برادری عزیز، از یگان کس گیلمن نشوی. وقتی که مشکلات آمد روزگارت را نظاره کن. اگر قلب کسی را رنجاندی، اگر دل دردمند را زخمدار نمودی، اگر به عزت نفس کسی رسیدی، این درگاه خدا درگاه حق است. روز بر میگرداند. نه مالت به دردت میرسد، نه مقام میرسد، نه فرزند، هیچ چیز نمیرسد. برای همین حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت زمان بنده من بنده با صبر بود، در مشکلات زندگی صبر کرد، من برای او اجر بی‌نظیر میدهم. سیوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت به هر نفر خداوند ذوالجلال توفیق توبه کردن را عطا کرد. هرگز توبه بنده را خدا از قبولش محروم نمیکنه. برادر عزیز، ما باید در زندگی بنده هستیم، گناه میکنیم، اما دربار خدا را دربار رحمت بدانیم. وقتی یک پیغمبر خدا بیان میکند که بنده با صدق شب خیز پیش خدا از گناهانش توبه کرد، خداوند دستای را خالی بر نمیگرداند، توبهش قبول میکند. الله ذوالجلال در کلامش بیان میکند استعیذ بالله و هو الذی یقبل التوبة عن عباده. توبه کنندگان را خداوند دوست می‌دارد، میپذیرد. پس توبه را ای جوان برای خودمان محبوب بدانیم. بزرگ میفرماید وقتی آن شد ای نفس از توبه فریاد کنی. وقتی آن شد ای نفس از توبه فریاد کنی، قلب بیهوده گشته را از توبه بنیاد کنی. روزی میرسد که ای بنده دیلت به فریاد بیاید برای توبه، قلبت شاد بگردانی از توبه کردن، از ناله کردن. خار عصیان و شرارت ها کنی بیرون ز دل، در حریم سینه بیخی توبه آباد کنی. اگر زمان دلت را به توبه بیدار کردی، بدان بنده صالح است. چهارم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند در هر نفر محبت استغفار خداوند ذوالجلال در سینه اش جای نمود. الله ذوالجلال او را از مغفرت محروم نمیگرداند. استغفروا ربکم انه کان غفارا. استعیذ بالله. خدا بیان میکند بندگان استغفار کننده را آمرزش میبخشند. بنده ای که از گناهش استغفار میکند و ذکرش را به یاد خدا و به استغفار میگذراند، الله دوستش میدارد.
خیز ای سالیک به شب در ذکر حق بیدار باش. خیز ای سالیک به شب در ذکر حق بیدار باش. رهروی راهی حقی غافل مشو در کار باش. ای بنده مسلمان شب را به خواب نگذران، به عبادت بگذران. همدری توبه کشاده، همدری فیضی ازل، یاد اسیان کن سحرگاهان به استغفار باش. برادرم پیش از نماز صبح بخیز، استغفار بگو، ذکر خدا بگو، بعد قدم زنان به سوی عبادتگاه برو. دلت را بیدار کن که در عبادت لذت پیدا شود. روز فارغ نیستی از کسب و کار زندگی، شب به یاد و ذکری فکری حضرت جبار باش. روزانه میگردیم از پای کار زندگی، اما شب را به تماشای کینو نگذران، به تگ تلویزیون نگذران، به ذکر خدا بگذران. همچو شمعی سربریده اشک ریز از سوز دل، با فغان و ناله و با سینه افگار باش. مثل شمعی که در شب می سوزد، اون سوختن دل است. ناله و زاری مشتاقان خوش آید، یار را عاشق زاری اگر در ناله های زار باش. اگر خدا را دوست می داری ای بنده، اگر با الله محبت داری، توبه را محبوب بدان. زمان بنده اگر به درگاه خدا گناهش را پیشه کرد و توبه کرد، الله قلب او را مثل آینه روشن می‌گرداند. پنجم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند هر نفری که خداوند برای اون محبت دعا را در قلبش عطا کرد، در نفری که الله قلبش بیدار گردانید و برای دعا کردن این محبت را برای او عطا کرد، هرگز خداوند ذوالجلال از اجابت دعای بنده ناامیدش نمیگرداند. خداوند در کلامش بیان میکند استعیذ بالله ادعونی استجیب لکم. از من دعا بخواهید من اجابت کنم. برادران، یک درس زندگی بود برایتون گفتم که اگر ما و شما در زندگی این 5 چیزی را که بیان کردیم اگر در زندگی درسش قرار بدهیم، یکم شکر، دوم صبر، سوم توبه، چهارم استغفار، پنجم دعا. اگر محبت این 5 گوهر را در قلبت ای جوان جای نمودی، خود را بیدار ساختی، الله ذوالجلال از جمله بندگان نکوترین ما را در پیشگاهش قرار می‌دهد. نصیحت الملوک حکایت می‌کند که روزی یک گروه جوانان راهزن به خاطر غصب کردن مال نفری راه پیشه کردند جانب صحرا و در اثناء سفر به یک کلبه مرد فقیری رسیدند که آن مرد در خاندانش فرزندی معیوب داشت. وقتی این جوانان آمدند خاندان این مرد فقیر مهمان شدند، گفتند در خانه چی داری برایمان بیار که ما رهسپار هستیم. مرد چند مقدار نان طعام داشت به نزد اینها آورد. پیش از آن که طعام را برایشان بیارد دستهای او را اونها را پاک گردانید، دستهاشون آب ریخت و آب را زیر یک سقف خانه اش گذاشت و برای طعام آوردن به خانه دیگری رفت. این فرزند معیوب آن لحظه تشنه ماند، دست را دراز کرد و از آن آبی پس مانده دست آن جوانانی که نیتی فقط غارت داشتن نوشید. مرد زمان به دستش طعام به خاندان آن جوانان می آمد، فرزندش را دید که دیوار را می قپد و می خیزد. حیران شد، فرزند من سالهای راه رفته نمیتونست، چگونه از جای بر می خیزد؟ وقتی نظاره کرد که قدم می زند، گفت بچه جانم چیکار کردی تو؟ گفت از همین آب نوشیدم. نزد آن مردمی که در قلبشان نیت راهزنی بود به نزد آنها رفت و گفت شما چگونه مردمید
اونها از عیبشون شرم داشتن که بگوین ما راهزن هستیم، ما بی نماز هستیم. گفتن ما بنده های خدا هستیم. وقتی این کلام از زبانشون بیرون شد که بنده خدا هستیم، یکی با دیگری نظاره میکرد آیا خدا مردم به زاری و ظلم دعوت نمی کند؟ ما باید ظلم نکنیم در نزد این صاحب خانه گفتیم بنده خداییم. با هم دیگر نظاره کردن، گفتن چی حادثاتی در خانه این باشد؟ لحظه چند آن مرد برگشت و آمد. گفتن از ما چی دیدی که از ما چنین پرسیدی؟ گفت من در خانه ام فرزندی بیمار داشتم. زمانی از این آب دستان شما آن نوشید راه می رود. همه اینها گفتن این دربار رحمت خدا را ببین. حیات خیش را به مردم آزاری گذرانیدیم، اما این لحظه رحمت خدا بالایمان آمد. دوستی عزیز، هیچ کس گفته نمیتواند که در دنیا بیگناه هستیم، اما خداوند توبه کننده ها را دوست می‌دارد. قدری هم بدانیم، توبه را در سینه ها محبوب بدانیم. وقتی برادرم تابوت دوست برادرت را میبینی، برای نفس سوال کن که روزی اگر خودت بالای این باشی. همه میدانیم که دنیا به کسی وفا ندارد، همه میدانیم که یک روز مرگ به سراغمان می آید، اما برای آمدن مرگ و چگونه جان ما او را استقبال میکند ما غافل هستیم. حبیبی خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند زمان خداوند پرده را از بین امتان من و از بین ملک الموت بگیرد، هر آینه آن نفرانید که در گرد آن نفر جان میدهد ناله میکنند، دیگر از گریه هم فارغ میشوند و میگریزند به مکانی که عذاب جان دادن را نبینند. برادرم، میخواهی همون لحظه آسان شود؟ با استغفار باش، با توبه باش، با دعا باش. نشانی مرد مومن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. امروز چهره هایی را میبینی نور دارد. این نور از سجده پیدا می شود، از توبه پیدا می شود، از محبت پیدا می شود با درگاه الهی. اگر با یک نفری محبت داشته باشی، میخواهی صداش تیز بشنوی یا دیدارش ببینی که این یک مخلوق الهی است. اما زمان برادرم با الله محبت پیدا کردی، میخواهی در نماز باشی و با او گفتگو کنی تا خدا تو را نظاره کند عبادتت را. پس برادرای عزیز، میگردیم سر آن موضوعی که امروز با سر این جامعه آمده است. اسلام مردم را به پاکی دعوت میکند، به تازگی دعوت میکند، به شستشو دعوت میکند که اعضات ای بنده بشست، در یک روز 5 وقت نماز تا بخوان. اگر برادری عزیز شما ببینید مسجد ها همه گشاده، مردم همه اهل نماز، اهل عبادت، این از کجا سرچشمه میزند؟ از همون 5 وقت نماز گذاریدن، از عبادت الهی انجام دادن، از با خدا بودن انجام میدهد. برای می دوستای عزیز، مراجعت نامه‌ای که امروز برای کلی مردم آمده است، برادرم به سهم شما میخوانم. مراد از این گفتاری من، از این درسی که برایتان گفتم، خدا کند که در قلب ها منجا شده باشد. خدا کند که استغفار در زبان من گویا شود و دستی دعا را خود را کم نگیریم در نزد خدا، خود را محروم نسازیم. خدا کند که محبت توبه در قلب ها من بیدار شود و از گناهان رذیلت توبه کنیم. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین بودن. بعضی زمانها در خواب بماندن، روز بیدار شدن پیش از بامداد، یه مرد را دیدن که جانب بازار روانه هست. گفت کجا میره برادر؟ گفت من مرد کار هستم، من بازار میرم، یگان نفری من کار بفرماید برای فرزندان یک نان بیارم. امیر المؤمنین گفتن مرد، هر صبح در خانه من بیا و تیرزه من را بکو و بگو
ای عمر میمیری، ای عمر میمیری، ای عمر میمیری. روز مرگ ای عمر به سراغت می آید. همین 3 کلام برایم بگو، همون مردمی که در بازار تو را کار میفرمند و چند برایت میدهم. این مرد شاد شد، آمد خاندانش آن روز تنگه را گرفت، همسرش هم شاد شد. هر روز می آمد می گفت، در را می کوفت، ای عمر مرگ به سراغت می آید. می گفت ای عمر روز میمیری. می گفت ای عمر میمیری. حضرت عمر می برآمد گریه کنان، چند مقدار تنگش می داد. روز این مرد آمد، امیرالمؤمنین را بیدار دید در حالت گریه. گفت بس است برادرم، دیگر در من را نکوب. این مرد در گریه آمد، گفت یا امیرالمؤمنین، دیگر من در بازار کار نمیفرمند، میگن این خادم حضرت عمر از خدمتگارش است. گفت من برای تو هر روزم تنگه ها را میتم، لیکن دیگر من از مرگ خبر نکن. گفت چرا؟ گفت من امروز در تاری ریش مبارکم، موی مبارکم یک سفیدی دیدم. موی سفید از کفن آرد پیام، قامت خمگشته رساند سلام. پس قدر زندگی را بدانید دوست، قدر نفس ها را بدانیم، قدر قدم ها را بدانیم که تا خداوند ذوالجلال از این قدم ها و از این نشست ها ما را رحمت بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.